زهرا بهرامی، فاطمه سالاری، آریا بهادری، احمد سلطانی، آراد احمدی زاده، مهدی نظری، بنیامین جنگجو، سلما فرازی، بهمن اسفندیاری، مجتبی پورزاهدی، کیانوش حیدری، عباس علی رنجبر، امین دانشور، علی دهقانی، محمد فتاحی، خانواده حلما میرزاده دختر تبریزی، سید مجتبی ساجدی‌فر، کودک فیروزه عراقی و سید علی خامنه‌ای رهبر ایران. اسامی که خوندم اسامی بعضی از شهدایی بود که توی جنگ سوم یا جنگ رمضان که از اسفند 404 شروع شد افراد شهید شدن. اسامی که خوندم اسامی کمی بودن، اسامی دیگه‌ای هم هستن که توی منابع مختلف آورده شدن. بعضیاشون مربوط به شهدای مدرسه مینا بودن و بعضیاشون هم مربوط به افراد و خدمه ناوچه دنا می شدن و بعضیاشون هم موارد خاصی بودن که به شکل خاصی بهشون پرداخته می شد. افراد دیگه ای هم هستن که ممکنه ما هیچ وقت اسمشون رو نشنویم یا نتونیم هیچ وقت دیگه بتونیم ببینیمشون و هیچ وقت فرصت نکنیم باشون آشنا بشیم یا کارهایی از این دست انجام بشه و صورت بگیره. تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که به خانواده ها و دوستان این عزیزان شهید برایشون آرزوی سلامتی و بردباری و بهترین آرزوها و همینطور هم آرزو کنم که این افراد غم آخرشون باشه، در واقع غم آخر هممون باشه. به شخصه فکر کنم نباید هیچ وقت این افراد رو فراموش کنیم و امیدوارم نکنیم هیچ وقت و بدونیم که چه کسی باعث این اتفاقات شد. خب من علیرضا عالمشاه هستم، طراح گرافیک و طراح رابطه کاربری و توی این ویدیو قرار راجع به احتمالات و اتفاقات آینده و شرایط امروز
مسائلی از این دست صحبت کنم. تو ادامه این ویدیو قراره راجع به 3-4 تا موضوع صحبت کنیم. یکیش وضعیت کسب و کارها هستش، کاری که میتونیم انجام بدیم و یک سری احتمالات وجود داره که در آینده چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و برنامه ها و وظیفه اجتماعی شخصی من هستش. این بخشا به شکل مشخص توی حالا دیسکریپشن این ویدیو تفکیک شدن و میتونید به اون بخش مورد نظرتون سر بزنید، یک نگاهی بهش بندازید اگر که میخواستید. خب با وضعیت کسب و کار رو شروع کنیم. خب کسب و کارهایی که بزرگ مثل دیجیکالا، مثل اسنپ، مثل علی بابا و حالا همراه اول و بقیه کسب و کارهایی که حالت خصوصی داشتن و استارتاپی بودن، به نوعی تعدیل نیرو داشتن. حالا میتونید اخبارش هم از جاهای دیگه پیگیری کنید، ولی کسب و کارهای بزرگ در مجموع یک تعدیل نیروی داشتن. از طرفی کسب و کارهای کوچیک و کسب و کارهایی که فضای کارشون با اینستاب بود، با اینترنت بود و کلاً یک نونی از طریق اینترنت در می آوردن، قطع شد. اون نون قطع شد و بخش زیادی از اقتصاد دیجیتال هم نابود شده. حالا نمیدونم، بکنم یکی بود که میگفت کلاً صفر شده. یعنی بحث اقتصاد دیجیتال، حالا من نمیدونم از کی سر زبون افتاد و سر دور افتاد، ولی مثلا میگفتن که این اقتصاد دیجیتال هر چقدر که بوده شما ضرب در صفرش بکنید و انگار که باید از صفر شروع کنید دوباره. حتی شاید بهتر باشه به این نقطه زیر صفر در واقع، چون خب یک بخشی از قطعی ها برمیگرده به مسائل دیما و حالا بین فاصله دیما تا اسفند هم 1-3 هفته اینترنت ها بس بوده از غذا و بعدش هم بعد از 3 هفته دوباره قطع شده. پس وضعیت کسب و کارها وضعیت میتونیم بگیم خوبی نیستش. از طرفی هم این احتمال وجود داره که بخشی از نیروی کار متخصص به خود بره.
که نمیدونم چی بگم در این باره. اما خب یک سری کارا هستش که ما میتونیم انجامشون بدیم تا یکم وضعیتمون بهتر بشه، وضعیت و حالمون بهتر بشه. اولین کاری که باید انجام بدیم خب طبعا مراقبت از خودمون و حالا نزدیکانمون هستش. اگر که کسی رو میشناسید که حالا عزیزانتون، از نزدیکانتون هستش و مشکلی داره، خب حداقل کاری که میتونیم، بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بهش کمک کنیم. حالا این کمک میتونه هر شکلی داشته باشه، میتونه کمک احساسی باشه، کمک معنوی باشه، یا دیگه کمک های مالی هم ممکنه نیاز باشه، یا کمک های روانی. یک بار روانی الان روی دوش هممون هستش. هر کسی به اندازه خودش این بار روانی رو داره حمل میکنه و شاید بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که توی حمل کردن این بار روانی از همدیگه به همدیگه کمک کنیم، هوای همدیگه رو داشته باشیم. کار دومی که میتونیم انجام بدیم اینه که کارهای حالا کوچیکی انجام بدیم تا به اون فرم زندگی قبلی که داشتیم برگردیم. گرچه تجربه ثابت کرده که بعد از اینکه هر سری که یک اتفاق بزرگ میفته معمولاً شرایط به ما قبل اون اتفاق بر نمیگرده یا کامل بر نمیگرده، حالا چه به شکل اجتماعی باشه چه به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بقیه شرایط. اما اگر که بیاییم و کارهای کوچیک انجام بدیم میتونیم دست کم امیدوار باشیم که سلامت روان خودمون رو حفظ کنیم. در واقع کارهای کوچیک و هدفدار میتونه بهمون کمک کنه تا به یک شرایط نسبتاً آرامش بخشی برسیم با توجه به شرایطی که توش قرار داریم، که راجع به اینکه توی چه شرایطی هستیم هم در ادامه صحبت میکنم. و امیدوار بودن توی این شرایط کار شاید که نه قطعا کار سخت و دشواریه، چون که خب خیلی چیزا رو از دست دادیم و
حالا باید دوباره از نو بسازیمشون و نگران باشیم که آیا دوباره خراب میشن یا نه. اما خب مگه کار دیگه ای از دستمون بر میاد به جز اینکه ادامه بدیم و امیدوار باشیم؟ به نظر من نه، کار زیادی از دستمون بر نمیاد. و اما آنچه در آینده ممکنه اتفاق بیفته، خب برای اینکه بدونیم توی آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته باید ببینیم که توی چه شرایطی قرار داریم. من که این ویدیو رو الان دارم ضبط میکنم امروز 9 خرداد، شنبه 9 خرداد ساعت 15:14 ساعت 3:15 بعد از ظهره و اخباری که من میخونم اخبار حالا خیلی خوشایندی نیست. این احتمال وجود داره که متاسفانه جنگ بشه، کما اینکه ما الان هم توی شرایط جنگی هستیم و به نوعی خب ما آتش بس رو قبول نکردیم و حالا و دلیلی هم نداریم که بهش پایبند بمونیم و این احتمال وجود داره که تا چند وقت دیگه دوباره جنگ بشه. این احتمال وجود داره که شکل جنگ عوض بشه. این احتمال وجود داره که یک سری اعتراضات باشیم، شاهد یک سری اعتراضات باشیم و شاهد این باشیم که یک سری دیگه از افراد بخوان بیان از این اعتراضات استفاده بکنن و دوباره اتفاق دیماه رو تکرار کنن. دی 1404 مثلا بشه مهر 1405 یا شهریور 1405. در مجموع این احتمال وجود داره که دوباره جنگ بشه، دوباره اینترنت ها قطع بشه، حالا شاهد سوء استفاده دوباره از معترضین باشیم. اگر که قصد دارید که کاری رو انجام بدید یا کسب و کار جدیدی راه بندازید، بهتون توصیه میکنم که کسب و کاری که میخواهید راه بندازید تا حد امکان کسب و کار کوچک و ساده‌ای باشه که بتونید خودتون ادارهش کنید و از عهده امورش بر بیایید. بخش آخر این ویدیو در رابطه با برنامه و وظیفه اجتماعی شخصی من هستش. خب من طراح گرافیک و طراح رابطه کاربری هستم و به کسب و کارها حالا بسته به نیازی که دارن کمک میکنم که حالا لوگو داشته باشن یا هویت وسطی داشته باشن یا وبسایتشون دیزاین بهتری داشته باشه. برای کمک به کسب و کارها قصد دارم که
تا حالا پایان سال 1405 هزینه‌های طراحی ما با نرخ سال 404 در نظر بگیرم. در واقع اگر با توجه به شرایط موجود که ممکنه قیمت ها بالاتر بره، حالا قیمت چیزهای مختلف، دلار رو اینجور مسائل بخواد بالاتر بره، من با همون قیمت 404 کار میکنم که در واقع شما اگر که کسب و کاری داشته باشید و حالا نیاز به مشاوره یا طراحی داشته باشید، قیمت تا پایان 1404 رو همون قیمت قیمت خدمات شخصی من با تا پایان سال 1405 با قیمت 404 هستش. و خب قصد دارم به زودی یوتیوب رو هم از سر بگیرم دوباره، هرچند یک سری ویدیوها هستن که مربوط به قبل از این جریانات میشن، قبل از جنگ رنسانس، جنگ سوم یا هر اسم دیگه ای که میخواهید روش بذارید میشن. اول اون ویدیوها رو آپلود میکنم و بعدش هم سراغ ضبط ویدیوهای جدید میرم و ویدیوهای جدید رو آپلود میکنم. اگر که موضوع خاصی مد نظرتون هستش که فکر میکنید من میتونم راجبش صحبت کنم، مثلا راجب کسب و کار و طراحی گرافیک و رابطه کاربری، یا سوالی دارید بپرسید توی کامنت ها، حالا یا براش ویدیو درست میکنم یا توی همون وقت کامنت ها جواب سوال رو میدم. یک کاری که توی این ایام جنگ کردم زدن آرشیو ویدیوهای یوتیوب رو به آپارات هم انتقال دادم تا دسترسی راحت تری به ویدیوها داشته باشید. حالا کسایی که میخوان ویدیوها رو ببینن و نمیخوان کانفیگ بخرن یا ویپن بخرن یا کلا نمیخوان از یوتیوب یا نمیتونن از یوتیوب استفاده کنن به هر دلیلی، میتونن اونجا این ویدیو ها رو ببینن. تقریبا همه ویدیوهایی که توی ایام قبل از جنگ توی کانال یوتیوب آپلود شده توی که آپارات هم آپلود شدن و اینا مطالبی که بودن که
من میتونستم راجبشون صحبت کنم، از اینکه خیلی حال نداشتم یا خیلی پراکنده صحبت میکردم. معذرت میخوام، خیلی میدونم شرایط خوبی نیست برای هممون، شرایط خوبی نیست و ازتون معذرت میخوام، ولی خب امیدوارم که شرایط بهتری باشه برای هممون و هممون باید امیدوار باشیم و ادامه بدیم، بلکه ببینیم چه اتفاقی ممکنه بیفته. امیدوارم اتفاقات خوبی در آینده برامون بیفته، هرچند توی این چند سال اتفاقات خوب زیادی برامون نیفتاده و همین. تا ویدیوهای بعدی میبینم اتون. فعلا خداحافظ.